السلام علیکم اکای حاجی میرزا. سوال دارم. آدمایی که شرایط ندارند دسترخوان کردند، قربانی کردند، اگر کنند چی می شود؟ دوم، غسل در خنکی، در بیسویتی، در بیشرایطی، آب خنک البته ضرر دارد، چی باید کرد؟ برادرانی که الحال سخن مرا شنیده ایستاده این، یا اینکه گویم کسی که نباشد آینده هم این سخن مرا میشنود، من در اطراف آن شخصانی که شرایط ندارند لیکن روز یکشنبه به همه ما و شما معلوم است که عید قربان است و این روز ما و شما با زمین نداشتن، با زمین بی شرایط بودن، باز گویم با طریق قرض است، با طریق یگان اسباب خانه را فروختن است تا که دسترخوان من آرا و تارا و تا که دسترخوان من از دسترخوان مثال گویم فلان بای بچه هیچ فرق کننده نباشد. این صحبت ها را خیلی ما طولانی در باب صدقه برای شما صحبت داشتیم. اسلام هیچ وقت دینی سختگیر نیست، هیچ وقت بالای ما و شما هیچ مشکلات از زم کردنی نیست، بار کردنی نیست. خداوند در قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را از قوتش دیده زیاد تکلیف نمیتون، هر یک انسان موافق قوتش. به این خاطر دادرای عزیز، اگر شما اراده ثواب داشته باشین و قرض کنین یا چیزی از خانه را فروخته و دسترخوانهاتان را زیبا کنین، یا اینکه گویم که شرم و حیا گویا شرم خودتان شکندنی باشین، شما در این دسترخوان چیزی از ثواب نائل نمیشوید. یا اگر برادری که قرض میکند و قربانی میکند، اینم ثواب ندارد. قربانی برای آدمی بای است، برای آدمی با دولت است، برای آدم هایی که بی شرایطند، دولت ندارند، مال ندارند. به گردن شما خداوند قربانی را واجب نگردانیده است. برای چی ما خودمان آن چیزی که به ذمه من واجب نیست به ذمه خود، به دوش خود میبرداریم؟ از این خاطر هیچ ثواب در آن دسترخوان نیست. دادرای عزیز، دیگر که زمانی او شرم و زمانی که همسایه مرا طعنه میکند و زمانی که مثال دیگر و دیگر، اینها را دیگر ترک کنیم برادرای عزیز. امروز ما باید پیرو قرآن و پیرو احادیث های رسول اکرم شویم، پیرو گفته های مردم نشویم. وای به حال همو مردمی که آمده و دسترخوان مرا نگاه کند که اگر دسترخوان من خراب باشد و او طعنه بر دسترخوان من کند، والله که وای ایمانش کامل نیست، وای ایمانش کامل نیست. او چی حقوق دارد که دسترخوان مرا گویم کم بودیش میگیرد؟ وای نمیداند که حال من چگونه هست. از آن که من شکم این گونه تن پرست ها را سیر میکنم، شکم فرزندم، شکم عائلم برای ما فرض و واجب است. اینا برای ما ضرور هستند. چی کنم که وقتی همسایه مرا طعنه نکند گفته و برای او بهترین دسترخوان آماده کنم، لیکن از بعد عید بعد در ادای قرض کنی شوم؟ این چی معنی دارد؟ برای همین دادرای عزیز و برادرای مهربان، وقتی چی دسترخوان را که میبینین زیاد دارد کم دارد، باید که شکرانه به سوی خدا کنین، دعا کنین کم باشد، خدا نعمت در این خاندان زیاد کن. رفتین میبینیم دسترخوان خوب است، باز دعا کن که خدایا باز سخاوت این مرد زیاد کنه. بالای دسترخوان او ما در حال گویم غضب و قهر پیدا نکنید که از کجا آورد و از کجا آورد و فلان فلان. برادرای عزیز، مسئله دومی که گفتن، بسیار جوانالی سوال ها، چند سوال است اینجا که سحر میخیزیم احتلامی شدیم، مثال شرایط نیست که آب گرم کنیم، یا اینکه بعض انسان های هستن میگوید با عائلت خانه‌داری میکنی، سحر میخیزی شرایطی آب گرم کردن نیست، چیکار کنی؟
تا حد امکان همه شرایط دادرای عزیز استفاده میبریم. همه شرایط، چی با طریق گاز باشد، چی با طریق هیزم باشد، چی با طریق سویت باشد، از همه این اگر محروم باشی و هیچ امکانیت پیدا کردن آب که نباشد، این حالت در شما طهارت خالی کنین، نمازاتان خوانین تا زمانی که با این شرایط برای شما مهیا شدن. شرایط 1 ساعت بعد یا 2 ساعت پس مهیا که شد، اون زمان غسل کن، باز برای نماز پیشینت دیگر با یک طهارت پره و با یک بدن گویم تازه تو نماز تا میخوانی. لیکن در حالتی که نباشد شرایط، شما با آب خنک آبازی نکنین که این ضرری در بدن شما میشود. هزارها شکر به سوی پروردگار که ما را اهل هدایت آفرید. پیش از آنی که مثل عادتهای پیشینه با شما دعا کنم، میخواستم دعای خود را با مناجات یکی از جگر سوخته های در راه الله، یکی از آدمان با ایمان و اهل خیرات که مناجات به سوی پروردگار کردند، مثل ما و شما دست به سوی دعا می برداشت و خداوند را فریاد می زد. دعای امروزه را با مناجات او یک جایه گردانیم. یا رب نما ما را ره سوی نجات، یا رب نما ما را ره سوی نجات، محتاج تویم چی در حیات و چی ممات. از جرم و گناه ما سراسر بگذر، شرمنده مکن ما را بر روز عرصات. ای پروردگار، ای خداوندی که بسیار بزرگ و بسیار بلند مرتبه هستی، ای پروردگاری که بسیار لطف و مهربانی ها و کرم داری، خداوندی که بسیار بخشیدن را دوست می داری، پروردگاری که ملک و آنچه بین زمین و آسمان است همه مال توست، ملک توست. کسی این ملک را از زیر قدرت تو گرفتن نمی تواند. پروردگاری که ملک تو سرحد ندارد، فرمودی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. در بین همه آن مخلوقانی که آفریدم، بهترین او، زیباترین او، با عزتترین او فرزند آدم است. شاعر می گفت نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی، نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی، مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. تو ز چشم خود نهانی، تو کمال خود چی دانی، چو دور از صدف برون آ که تو بس گران بهایی. فرزند آدم، الله میگوید با قد و قامتت نظر کن، با چشمان زیبات نظر کن. آنچنان آفریدم که فرزند آدم در زینت خودش در تعجب است. چنان فضلی که بر آدم بدادم، به جبریل و به میکائیل ندادم. اون فضیلتی که خدا به فرزند آدم داده است، به جبرائیل و به میکائیل نداده است. پروردگارا،
این توده بندگان تو، این بهترین مخلوق تو در این ساعتی خیلی پر اجر و پر ثواب جمع شدند و خواهششان این است، مقصدشان این است: یا رب بنما مرا ره سوی نجات. پروردگارا، خواهش ما بندگانت این است که ما را برای راست هدایت فرما، ما را برای نیکبختی، برای بابرکات، برای کامیابی، برای نجات، برای که عاقبتش باغ از باغهای جنتی تو باشد، خدای ما را راهنمایی فرما. این راه را خدایا برای ما نشان ده. خدایا از آن راهی که غضب تو در اوست، نارضایی تو در اوست، راهی که بی شرمی است، بی حیایی است، بی غیرتی است، بی ناموسی است، بی عزتی است، خدایا از آن راه ما را نجات ده. هیچ وقت خدایا ما را پای بند آن راه مگردان. محتاج تویم، چی در حیات و چی ممات. ای پروردگار، الحال ما بندگانی تو زنده هستیم، حیات داریم، لیکن چی در حیات خود چی یک لحظه بده نماینده تو ملک الموت برای قبض امانت می آید، چی در آن حالت محتاج ذات تو هستیم. خدایا در دنیا و در آخرت، در حال حیات، در حال نزع جان، ما را پروردگار کمک کن. احتیاج به ذات تو داریم. از جرم و گناه ما سراسر بگذر پروردگارا. ما بندگان تو گناهگار هستیم، ما بندگان تو خطاکار هستیم. خدایا آن خطاها و آن گناهانی که از ما بندگانت سر زده است، انک تحب العفو فاعف عنا، تو عفو دوست می‌داری. خدایا گناههای ما را مغفرت گردان، شرمنده مکن ما را در روز عرصات. در بین بندگانت خدایا گناههای ما را آشکار نگردان، خدایا گناههای ما را پرده پوش گردان، خدایا ما را مغفرت گردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. همیشه در هوای چار یارم، همیشه در هوای چار یارم، هوای غیرشان دیگر ندارم. بغیر از مدح ایشان نیست کارم، کمینه مخلصی هر چار یارم. سرم خاکی رهی هر چار سرور، ابو بکر، عمر و عثمان و حیدر. هزارها شکر به سوی پروردگار میکنم که با این نارسایی که دارم، با این کمبودی ها و خطاهایی که در من وجود دارد، با طریق مختصرم که باشد، من این سه ستاره درخشان که ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم را به گوش شما رسانیدم. امروزها باشد از حکایه ها و حیات چهارم ستاره درخشان در اسلام، یاری رسان حبیب خدا داماد او حضرت علی رضی الله عنه صحبت دارم. جمعه گذشته اگر یادتان باشد تا جای رسیدیم که ابو طالب تقدیر الهی بوده است دنیا را پدرود گفتند، لکن کلمه زیبای لا اله الا الله به زبان ایشان آمد. سبب او را دوستان خدا در کتاب بیان کردند، گفتند که این اولا تقدیر الهی بوده است، دوم
همنشین های ناخوب داشت، یا شاید در نزد او همون ابو جهل و ابی ابن خلفه که ابن مغیره اشتراک داشت، او را نمیگذاشتند که این کلمه زیبایی که رسول اکرم به او تلقین میکرد او گوید. و دیگر این بزرگی هدایت است، بزرگی ایمان است که خدا به هر کس نمیدهد. پیش از آنه که من اطراف باز این موعظه برای شما صحبت کنم، میخواستم آغاز صحبتم از سخنان خیلی شیرین و خیلی قیمتی حضرت علی رضی الله عنه شروع کنم. ان علی رضی الله تعالی عنه قال ثلاثة یزدن فی الحفظ و یذهبن البلغم. حضرت جمله گفتند که هم در دین ما فایده دارد، هم در جسم ما فایده دارد، هم جهت طبی هم جهت دینی برای ما بیان کردند. حضرت گفتند سه چیزی هست که شما را قوه محافظتون مستحکم میکند، قوی میگرداند. هر چیزی را که خواهین اگر این سه کار انجام دادین شما در حال حفظ میکنید، چه آیت قرآن باشد، چه احادیث رسول باشد، چه از کارهایی که در دنیا تو را مشغول گردانید. قوه محافظت مستحکم میشود، تو دیگر فراموش خاطر نمیشوی. سه چیز است. این سه چیز دویم حکمتش این است که بلغم را از وجود تو دور میگرداند. حضرت بیان کردن السواک و الصوم و قراءت القرآن. چه بهترین طبابت است، چه بهترین پیشنهاد است برای انسانی که اگر این قبول داشته باشد. حضرت گفتند اگر شما خواهید که قوه محافظه شما مستحکم شود، شما به بیماری فراموش خاطر گرفتار نشوید و بلغمی که در گلو در بینی شما همیشه شما را آزار میدهد دور شود، پایبند این سه کار شوید. یکم گفتن مسواک زنید. مسواک که امروز برادرای ما و شما در بیرون ها میفروشن یک چوی عادیه که شاید 1 سامان باشد، شاید 2 سامان باشد، لیکن اطراف این یک چوبه که 2 سامان فروخته می شود صدها حدیث رسول اکرم در شأن او آمده است. صدها حدیث از رسول اکرم برای مسواک زدن در دندانهای ما و شما. برادرای عزیز و گرامی، حبیب خدا میگوید لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلات. اگر بر امتم مشقت نمی آمد، من که مشقت شما را دوست نمی دارم، گفت پیغمبر خدا، نمیخواهم که شما همیشه در عذاب و در سختی ها روبرو باشید. و اگر این برای شما مشقت نمی آورد، من برای شما حکم می برآوردم که پیش از آنه که 5 وقت نماز می خوانید، پیش هر یک نماز مسواک زنید، بعد نماز خوانید. حبیب خدا بنیاد صدها حدیث در باب مسواک زدن. همون چوبه که در بیرون فروخته می شود، همون در دهان ما و شما وقتی که می گذارید. شاید بعضی از ما و شما طبیعت ما نکشد که همون در دهان ما گذارید، شاید این طورم باشد، لیکن فراموش نکنین تمام مسلمان هایی که در دولت های عرب زندگی دارند، تمام مسلمان هایی که در دولت های اروپا حیات به سر میبرند، باور کنین زندگی او از ما 1000 سال پیش گذشتگی هست. آنقدر مبلغ و پول و مال دارند که دیگر حساب ندارد. ماشینی که اونا سوار میشوند نه کم از $100,000 است.
لیکن همراه خود مسواک دارن، همراه خود مسواک دارن، چی در ماشینش، چی در کیسش، چی گویم که در دهانش همیشه. ببین مسواک، حبیب خدا میگوید السواک مطهرة للفم مرضاة لربی. همین مسواکی که تو در دهانت میگذاری، گفت رسول اکرم، دهان تا پاکیزه میکند، الله را از تو راضی میگرداند. ببین خوشنودی پروردگار است. برادر عزیز و گرامی، شما فراموش نکنید که همین دهانی که شما دارین این دروازه بدن شماست، این دروازه است. با داخل وجود شما در آمدن یگانه فقط با واسطه دهان می شود. و این چوبه که در دهان ما و شما می گذاریم، من کتاب دارم مخصوص در باب مسواک. عالمان حاضره آلمان، گرمانیا وقتی سودان می روند، قطعه افریقا وقتی می روند و مردم ها می بینند که مسواک، همین چوب مسواک در دهانشان میگردانند، دندانهاشان را میمالند. در حیرت ماند این چی باشد، برای چی اینها اینقدر این استفاده میبرند. وقتی میارد در لابراتوری خود آلمان میسنجد، در یک ترکیب همین مسواک 25 ماده طبیعی وجود داشته بوده است. 25 ماده طبیعی در داخل فقط یک مسواک. این حبیب خدا بیهوده ما را در این کار خیر دلالت ندارد. خود همین طبیب آلمانی میگوید بسیارترین داخل مسواک پنسیلین داشته است. این فلوراید و کلاراید و دیگر نامهایی که در کتاب میگیرد، اینها شکل چنده که خواهی. بیان کرد که حبیب خدا میگوید دندانهاتون را تازه میکند، گوشتهای دندانهاتون را مستحکم میکند، حتی آواز شما را نرم میگرداند. آواز فایده دارد، برای هضم در معدت هم فایده دارد. حبیب خدا گفت این آب دهان زیاد میکند. آب دهان که زیاد شد، از داخل هر میکروبی که باشد به همین آب دهان می آید، ما همون میکروب بیرون میپرتاییم. چه فایده های خوبی دارد. از این خاطر دادرای عزیز، این مدنیتی هست که حتی مدنیت عصر 21 نه، تا قیامت این مدنیت است. انسان وقتی از مسواک استفاده میبرد. یک شاتکه هایی که مثال گویم میرش از اونم استفاده برید، من با اونم شما را دلالت کردگی هستم. اگر چنده که وی گویم بسیارترین او گوشت های دندان ها را کنده میبرارد، لیکن مسواک این اولا الحمدلله که پیشنهاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. دویم این که فقط فایده برای جسم ما و شما، دهان ما و شما میارد. حضرت گفتن یکم مسواک حفظ بلند میکند، فراموش خاطر را نمی کند. همگی دادرای عزیز در همین چیز آلوده باشین. دهانهاتان بوی نمی کند. حتی عایشه مادر من پرسیدن وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خانه می درآمد از چی کار شروع میکرد؟ گفتن اولین کار میکرد دهانش مسواک میزد. پیش از خواب شب مسواک میزد. سحر میخیست، ولی بعضی برادرای ما و شما سحر میخیزن و همون خلطه ناسش ناس میکشن، بعد طهارت کنی میره، بعد نماز میخوانه. حبیب خدا اولین کاری که از جاگه خواب میخیست همین بود که مسواک میگرفت، دهانش مسواک میزد، بعد از پای طهارتش میشد. مرحمت. مسواک ها را میفروشند برادرای عزیز و گرامی، برای ثوابش هم برای طبابتش استفاده برید. در پیش او برادرای ما بغیر مسواک ولی کتاب های نورنامه برآمده است. اینا در شما عقیداتون برادرای عزیز بای ندهید. کسی نورنامه در بدنش دارد آتش درآید نمیسوزد، اما همون کتاب بگیر که آتش بدرآید. این دروغ است. اینا در همه کارت برکات می شود، همه کارهای کشایی شد، مقصد همه گیره ها که این دروغ است برادرای عزیز و گرامی.
اینا کتاب‌هایی است که عقیده‌های شما را خلل و زلل پیدا می‌کند. شما بزرگی خدا را با این کتاب‌ها فراموش می‌کنید. بجای نورنامه را خریدن شما مسواک خرید و او را استفاده برید. دوم حبیب حضرت علی گفتن قوه محافظه را مستحکم میکردگی روزه است. روزه هر هفته 2 بار، دوشنبه پنجشنبه حبیب خدا روزه میگرفتن. هر ماه 3 روز از بینش 13 14 15 ایام البیض میگویند. 3 روز 13 14 15 دوشنبه و پنجشنبه. اگر حساب کنیم هر ماه پیغمبر خدا 10 روز روزه میگرفتن، 20 روز دیگرش روزه خور بودن. از هر ماه 10 روزش حساب روزه ده میرود. اینم فایده بر بدن شما دارد. ببین ماه رمضان ده ما روزه میگیریم، چقدر سبکی ها را حس میکنیم، چقدر بیماری های ما و شما از بدنمون دور میشود. دوم قوه محافظه را دور به قوت میکردگی و بلغت میکردگی داشتن. حضرت گفتن قرآن خوانید. قرآن هم حضرت عثمان رضی الله عنه گفته بودند من 3 چیز از دنیا دوست پیدا که گرسنه ها را سیر کردن، دیگر آدمای بی لباس لباس دادن، سوم همیشه قرآن خواندن را دوست می‌دارد. کعب الاحبار هم در روایت خود می‌آورد که 3 چیز فرزند آدم از شیطان نجات می‌دهد. یکی مسجد، دیگر ذکر خدا، سوم قرآن خواندن. آدم هیچ وقت لقمه شیطان نمی‌شود. دادرای عزیز، قرآن خواندن ده هم کوشش داشته باشید. قرآن گوش کردن ده هم کوشش داشته باشید. دادرای عزیز، همیشه خانه هاتون ده قرآن گوش کنید. ماشین هایی که خدا بهترین نعمت به شما داده است، قرآن گوش کنید. انشاءالله شما پاداش میگیرید، شما اجر میگیرید، عصبه های شما تبابت مییابد، وجودی تو تبابت میگیرد. قرآن البته کتابی هست که ما و شما را دلالت میکند که در همه ساحه هایی که در دنیا هست پایبند باشه. چی ساحه چارواداری، چی ساحه درخت پروری، چی ساحه گویم که ساختمانی، چی ساحه سوداگری، ببین چی ساحه رهبری، همه ساحه، همه برنامه ها در داخل قرآن الحمدلله که وجود دارد. ببینین حبیب خدا میگه اتخذ الغنم فانه برکتون. این قرآن ببین گوسفندکاری کنید، در گوسفندکاری برکت است. حبیب خدا میگوید یا ساحه چی درباره زمین حبیب خدا احرسو فان الحرث مبارک و اکثر فیه من الحجاج. رسول اکرم میگوید پیش از آن که زراعت در زمین میپرتایید زمین ها را شدگار کنید و در زمین ها نورهای مینرالی پرتایید. این قرآن میگوید، این حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید. ولی بعض شخصانی که گویم ممکن شاید دعوای سوادناکی هم کنند، شاید بعض دیپلم هم داشته باشند، از زبان اونا صدا میبرد که قرآن پیشرفت و ترقیات جانبدار نیست. یا از وقتی که مردم به قرآن داده شدن گویا که کار دنیا و ترقیات دنیا را اونها هیچ وقت جانبداری نمیکنند. نه، این دروغ است، این تهمت است. اسلام هیچ وقت ترقیات، هیچ وقت پیشرفت من نمیسازد. اگر من میساخت نمیگو که گوسفندکاری کنید، نمیگو که زمین ها را شدگار کنید، نمیگو حبیب خدا که ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه طیر او انسان او بهیمه کان له صدقه. کدام انسانی که یک درخت میشیناند یا زراعت در زمین میپرتاید، حیوان میخورد، پرنده میخورد، آدم میخورد، حبیب خدا گفت در هر میوه و در هر برگش برای تو صدقه است. ببین این امروز روزهای درخشینانی آمده است، ولی ما و شما شاید که درخشیناندن و درخت خریدن و اینها را شاید اونقدر کار مهم هم نشماریم. لیکن معلم بشریت حبیب خدا ما را فرمایش میدهد درخشینانی. ببین
تا یک بار درخشینان بعد کیفیت درخشیناندن میدانی. ببین یک فایده درختی که حبیب خدا گفتن شینانین برای شما صدقه میارد، یک فایدهش همین است که روزهای مشکلی خنکی در یگانه چیزی که ما را نجات داد همین چوب بود، همین درخت بود که ما و شما بریدیم و گویم فرزندامون و خودمان از هر گونه خنکی ها چیکار کردیم؟ حمایه کردیم. یک نمودش. حالا که این درها و این تیریزه ها و دیگر چیزهایی که از چوب ساخته میشه. و این خاطر دادرای عزیز درخت هم شینانین. روز یکشنبه گفتن نمایشگاه می شود در داخل باغ، تمام نمود درخت ها را میارن. اگر در خانه جای شیناندن نباشد بخر برده در بیرون شهر شینان، در قبرستان ها شینانین، هر جای میابین شینانین، ان شاء الله شما در پیشگاه خدا ثواب میگیرید. سوم چیزی که قوه محافظه را به قوت میکرده است قرائت قرآن است، قرآن خواندن است. خدا رحمت و مغفرت کند حضرت علی رضی الله تعالی عنه را. ما گفتیم ابو طالب که سبب ایمان نبردن او را هر گونه تحلیل ها میکنند، لیکن از همه اصح‌ترش همین است که البته آنچه که خدا خواهد همون میشود و از همنشین ها با انسان های ناخوب، با انسان های بدکردار که من جمعه گذشته برای شما مفصلم که نبود بیان کردم که همنشینم بسیار تأثیر کلان دارد. اگرچند که امروزها من رفیق بازی را آنقدر مهمم نمی شمارم و جدی هم نمی شمارم و زمانی رفیق بازی هم نیست، زیرا وقت سعدی که هزارها سال پیش گوید آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست، آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. هزارها سال وقتی که ما را گفتن آن به که در این زمانه کم گیری دوست، اکنون دوست هایی که اونها دوست اساسی باشند که خدا در قرآن یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، شاید از این گونه جمله های رفیقا را یافتنش خیلی قین است. شما با آدم های با ایمان، با آدم های خدا ترس، با آدم های خوب اخلاق، با آدمان نیک کردار رفیقی کنید و همنشین شوید، این الله سپارش میدهد. از این خاطر شما هم دادرای عزیز بسیار در انتخاب دوست هاتان احتیاط داشته باشین. بینین که کدام انسان حق رفیقی تو دارد، حق همنشینی تو دارد، تا که در عبادت تو در آخرت تو وای ضرر نرساند. مزن در دام خود را چون مگس مرد آزمایی کن. حضرت مولوی جنون رحمت الله علیه میگوید مزن در دام خود را چون مگس مرد آزمایی کن، به میزان شریعت سنج آنگاه آشنایی کن. یکی یک باره پولی او را دیده، وظیفه او را دیده، پدر منصبدار او را دیده یا دیگری او را دیده، خودت را در حال در دام او نزن. میگن مرد آزمایی کن، به میزان شریعت سنج آنگاه آشنایی کن. سنجش کن، بپرس، ببین، بعداً آشنایی تکن. و الا زنده هم که باشی رفیق بد داشته باشی تو هلاک شده هستی. گفتی همون جلال الدین رومی وای آن زنده که با مردن نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. آدم بد، آدم ناخوب، آدم بد اخلاق حساب مرده ده هست. وقتی با اون نشستی تو هم مثل وی گفت مرده میشوی. احتیاط کنید دادر عزیز. لا تصاحب الا مؤمنا، حبیب خدا گو رفیقی نکنید مگر کسی که او با خدا شناس باشد، رفیقی کنید. زیرا همین تجربه حیاتی عالی همت میدانید شاید بعضی چیزهایی که در
تجربه حیات رفیقی بعضی ها چی زلال ها و چی خلال ها پیدا شدگی هست. دیگر هدایت است، بزرگی هدایت است که ما همیشه باید از پروردگار دعا کنیم، چگونه که حبیب خدا عبدالله ابن مسعود میگوید دعا میکرد اللهم اینی اسألک الهدى، خدایا من از تو هدایت را همیشه خواهان هستم. ما نسبت همیشه دعا کنیم که خداوند ما را با همین هدایتی که الحال نصیب گردانیده است با همین هدایتش خداوند نگه دارد. من انشاءالله شما را از جمله اهل هدایت می شمارم، به خاطر که سوره زمر به یادم آمد که خداوند در سوره زمر می فرماید فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. صدق الله العزیز. خداوند میفرماید بشارت ده آن بندگان را که میشنوند سخن را. ببین بشارت ده بندگان را که میشنوند سخن را. سخن دو خیل میشود، سخن بد، سخن خوب. سخنی که برای بهبودی اخلاق حمیده توست و سخنهایی هست که آینده تو را از رمکه انسانی بیرون میکنند. خداوند گفت بشارت ده همون بندگانی را که سخنهای خوب را گوش کردند فیتبعون احسنه، از بین این دو سخن، سخن بد و سخن خوب، سخن خوب اونا اختیار کردند. چی می شود؟ سخن خوب که اختیار کردند اولئک الذین هداهم الله، خدا گفت انا اونها اهل هدایت هستند، اونها راه خوب یافتند، راه درست یافتند، اونها هستند اهل خیرات. این خداوند از بالای 7 طبقه آسمان برای ما و شما خبر داد. از این خاطر شما هم دادرای عزیز انشاءالله صحبت که گوش می اندازین، شما را صحبت خدا و پیغمبر خدا که عاشق گردانید، مفتون گردانید، شما اهل هدایت هستید. فقط از سخنهای بد، از سخنهای بی‌معنی، از این بعض شعرها و سرودهایی که همو بعضی‌هاش صحنه را هم حرام کردگیان، چی با لباسهای بی‌معنیگی خود شان و شرف ملت تاجیک هم به خدا بعضی‌هاش ازاندگی هستند، با اونا داده نشوین که بسیار اخلاقتان بد میشود، بسیار طبیعتتان ناخوب میشود. دادرای عزیز من آنچه میگویم به خدا از برای خدا میگویم، فقط برای بهبودی شما میگویم.